شریپوف مالک طرفخانه ستار دوب در مسکو یکی از صاحبکاران موفق توجیک در روسیه ترک این دنیا کرد. سفارت تاجیکستان در روسیه در یک نامه تسلیت مرگ ذکرالله شریپوف را در گذشت نابهنگام نامیده از او به عنوان یک صاحبکار سخاوت پیشه و نکوکار یاد کرده است. ذکرالله شریپوف عضو شورای جمعیتی بود که در سفارت تاجیکستان از حساب نمایندگان با نفوذ جمعیت‌های تاجیکان روسیه تشکیل شده است. سفارت تاجیکستان نوشته است که مرحوم در همه لحظه‌های مشکل مخصوصا زمان‌های محدودیت‌های مربوط به پاندمی کووید 19 همیشه در کمک دیگر هموطنان بود و محض با چنین خصلت‌های انسان دوستی میان همه جمعیت‌های تاجیکان مقیم روسیه معروف و صاحب احترام بود. مرحوم ذکرالله شریپوف باعث میهن پرستی، درک نمودن قرض شهروندی و عمل‌های سخاوت پیشگی در کارهای آبادی و سازندگی تاجیکستان نیز سهم باسزا داشت. کریم جان یاروف حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک در روسیه نیز از ذکرالله شریپوف باعث مرد با همت خیرخواه وطن دوست یاد کرده نوشته است در تمام معرکه های تاجیکان اشتراک داشت و دستگیری میکرد مردم ملت را. جانی سفرزاده یکی از مهاجران فعال تاجیک در گروه کلوب من در فیسبوک نوشته است ذکرالله شریپوف همیشه همه را با چهره پر از خنده و تبسم پیشواز میگرفت و گسیل میکرد. تمام مردم مهاجر را او با چنین تبسم پیشواز میگرفت. طرفخانه او برای هر یک تاجیکستانی دسترخوان بیپولی کشوده داشت. تمام چهره‌بینی های تاجیکان را میگذرانید. همیشه دستگیر مهاجران بود، اما هیچگاه نمیگذاشت درباره‌اش نویسند. نوشته است جانی سفرزاده.